سرخط خبرها. تاکید وزیر امور داخله بر دفاع از حریم هوایی و زمینی کشور. سراج الدین حقانی میگوید که در برابر نقض حاکمیت ملی کشور دفاع خواهند کرد. هوایی دفاع، زمینی دفاع، همون کمزوری الحمدلله عزم اراده ډیره مضبوطه ده. علاقمندی روسیه به ساخت راه آهن در افغانستان. معاون نخست وزیر روسیه تصریح کرده که گفتگوها در این زمینه آغاز شده است. افغانستان له ټولو هغو پروژو کې د سیمې په ګټه وي او د سیمې هیوادونو د نښلون او اقتصادي رفاه او پرمختګ لامل کیږي ملاتړ او حمایت کوو او ورته ژمن یو. معافیت مالیاتی 5 ساله به صنعتکاران. این معافیت به صنعتکارانی است که در زمینه ساخت سردخانه سرمایه گذاری می کنند. و ادامه انتقاد حماس از نقض توافق آتشبس غزه. جنبش حماس میگوید که به توافق آتشبس پایبند است. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز پنجشنبه 4 جدی 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 25 دسامبر 2025 میلادی. مشروع خبرها. سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی امارت اسلامی تاکید کرد که با تمام توان از حریم هوایی و مرزهای افغانستان دفاع می کند. او در مراسم فراغت نیروهای پلیس گفت که امارت اسلامی در برابر هر گونه تهدید و نقض حاکمیت ملی مسئولیت دفاع از کشور را به گونه جدی بر عهده دارد. گزارش از منیر رستمی. کله نه کله داسې تهدیدات. سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی امارت اسلامی در مراسم فراغت شماری از نیروهای امنیتی در اکادمی ملی پلیس کشور تاکید کرد که حکومت فعلی با تمام توان از حریم و مرزهای افغانستان دفاع می کند. آقای حقانی افزود که امارت اسلامی در برابر هر گونه تهدید و نقض حاکمیت ملی مسئولیت دفاع از کشور را به گونه جدی بر عهده دارد. به کفایت نظام نه دی، دومره به پښتنه نظام نه دی چې دغه ملت پښتنه باندې شکولای کنن ټانک توپ طیاره دفاع هوایی دفاع زمینی دفاع همون کمزوری الحمدلله عزم اراده ډیره مضبوطه ده. وزیر داخلی امارت اسلامی در این مراسم یک بار دیگر اعلام کرد که افغانستان اکنون کشور امن است و هیچ تهدید برای دیگر کشورها محسوب نمی شود. البته چې کوم تعهد مو وکړو کوم توافق مو وکړو په دې باندې چې آینده لپاره به افغانستان د چا لپاره تهدید نه وي، په خپل ژمنه وعده باندې به موږ کوشش کوو چې د خپل ژمنه وعده موږ په عمل کې راولو. آقای حقانی در این برنامه همچنان گفت که به فرمانها و احکام امیرالمومنین به خوبی توجه و عمل می شود و از فارغین این دور خواست تا با مردم برخورد نیک و تعامل خوب داشته باشند. تر اوسه پر الحمدلله موږ داسې یو شکایت نه دی اورېدلی چې د اسلامي امارت د مشرتابه د جناب القدر امیرالمومنین صاحب حفظه الله تعالی په پرامینو کې کومه سستیا او کوتاهي راغلې ده یا کوم کمتري راغلې ده په ښه شان سره تطبیق شوي دي. خدا ته به موږ تاسو ډېره توجه کوو چې د خلکو سره په خپلمنځي او تعامل کې متقابل احترام تعامل خپ و هوای عامه په هوای به د ولسونو مکتاسو کوي. این مقام ارشد امارت اسلامی در پایان تاکید کرد که ایمان و اراده حکومتداران کنونی قوی است و به همین دلیل مردم افغانستان نگران نباشند و اتحاد خود را حفظ کنند. معاون نخست وزیر روسیه از علاقمندی کشورش در بخش ساخت خط آهن در افغانستان خبر داده است. او در مصاحبه با یک رسانه روسی تاکید کرد که روسیه در حال مذاکره پیرامون مسیرهای مختلف ریلی از جمله مسیرهایی است که از افغانستان عبور می‌کنند. گزارش از اناهیتا اندر. حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی با اشاره به تامین امنیت در سراسر کشور گفته است که افغانستان در حال حاضر برای اتصال منطقه‌ای آماده است و ثبات موجود در کشور زمینه را فراهم کرده تا از این فرصت به خوبی بهره برداری شود.
افغانستان د سیمه‌ایز اتصال لپاره پوره آماده او ژمن ده. افغانستان اوس الحمدلله امنیت لري او ښه باثباته وضعیت رامنځته شوی چې د سیمه‌ایز اتصال په برخه کې د افغانستان له دې موقع ښه استفاده کېدلی شي. اوس یو ډېر ښه فرصت ده چې افغانستان کې سیمه‌ایز نښلونکې پروژې تطبیق شي. افغانستان له ټولو هغو پروژو چې د سیمې په ګټه وي او د سیمې هیوادونو د نښلون او اقتصادي رفاه او پرمختګ لامل کیږي ملاتړ او حمایت کوو او ورته ژمن یو. همزمان با این الکسی اورچوک معاون نخست وزیر روسیه در مصاحبه با رسانه 24 روسیه گفته است که روسیه علاقمند به ساخت خط آهن از طریق خاک افغانستان است. اورچوک تاکید کرد که روسیه در حال مذاکره پیرامون مسیرهای مختلف ریلی از جمله مسیرهایی است که از افغانستان عبور می‌کند و افزود که هرچی فرصت‌های بیشتری برای اتصال روسیه به کشورهای جنوب جهان فراهم شود، توانایی‌های حمل و نقل و لوجستیکی این کشور نیز متنوع خواهد شد. ایجاد زیرساخت‌های ترانزیتی به ویژه در بخش خط آهن میتونه از زحمت بسازای در راستای مبادلات تجارتی برخوردار باشه. در کنار از این هم سبب میشه تا بیشتر افغانستان تبدیل به چهارراه ترانزیت منطقه شود. با این حال دیمیتری مدودوف معاون شورای امنیت روسیه در بخش از مقاله‌اش در نشریه رودینا امارت اسلامی را با نهادهای غربی مقایسه کرده و گفته است که امارت اسلامی علیه تبلیغات روسیه تبلیغات غرب را خنثی کرده است. امارت اسلامی افغانستان با تعامل مثبت و پالیسی عملگرایانه و ضمن آن همکاری‌های اقتصادی و امنیتی می‌تواند با کشورهای منطقه و علل خصوص روسیه ارتباطات ارزنده داشته باشد و ضمن آن این ارتباطات باعث افزایش اعتبار بین المللی و خروج از انزوا می شود. با این حال شمار از آگاهان مسائل سیاسی پیرامون رابطه افغانستان، روسیه و کشورهای منطقه در این اواخر چنین دیدگاه دارند. دنیا هم در رابطه با سیاست‌های خصمانه خود در رابطه با موضوع افغانستان باید تجدید نظر بکنه. همینطوری که روسیه افغانستان رو به رسمیت شناخت، کشورهای دنیا، همسایه ها، خصوصا سران کشورهای اسلامی افغانستان رو به رسمیت بشناسه. گفتنی است که در جریان سال جاری روابط میان روسیه و امارت اسلامی در بخش‌های سیاسی بهبود یافته و در عرصه اقتصادی نیز روند رو به گسترش داشته است. هر دو کشور تلاش دارند همکاری‌های دو جانبه را تقویت کرده و تعاملات خود را در زمینه‌های مختلف تحکیم بخشند. امارت اسلامی برای صنعتکارانی که در زمینه ساخت سردخانه در کشور سرمایه گذاری می کنند معافیت مالیاتی 5 ساله در نظر گرفته است. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء در مراسم گشایش چندین پروژه برق در هرات گفت که شرکت برشنا مکلف است در هر شرایط برق مورد نیاز این صنعتکاران را تامین کند. دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء همچنین از تهداب نخستین شرکت تولید قوطی های آلومینیومی در هرات با سرمایه گذاری 120 میلیون دلار خبر داده است و گفته که این شرکت در 16 جریب زمین ساخته می شود و برای 1700 نفر زمینه کار فراهم خواهد کرد. و در ادامه هم چند خبر کوتاه جهان. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه با هیئتی از رهبران جنبش حماس در انقره پایتخت این کشور دیدار کرد. رسانه‌های ترکی گزارش دادند که در این دیدار خلیل الهیه از رهبران حماس بار دیگر بر پابندی این جنبش به توافق صلح تاکید کرد و نسبت به ادامه حملات اسرائیل و نقض مکرر توافق هشدار داد. او گفت که نقض توافق غزه توسط اسرائیل مانع اصلی در انتقال به مرحله دوم آتشبس این بارک است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در نشستی گفت که رژیم اسرائیل به تعهدات خود پابند نیست و با بهانه‌های مختلف همواره مانع ورود کمک‌های انسانی به غزه می شود. گفتنی است که حماس اعلام کرد که از زمان توافق آتشبس تا کنون 900 مورد نقض آن از سوی اسرائیل را ثبت کرده است. با تشدید تلاش‌های امریکا برای ختم جنگ در اوکراین، میتیو ویتکار نماینده دائمی امریکا در ناتو گفت که حل بحران اوکراین در 90 روز آینده امکان پذیر خواهد بود. میتیو ویتکار تاکید کرده است که بیشتر مسائل حل شده و به توافق نزدیکتر شدند. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که مسکو برای حل صلح‌آمیز جنگ اوکراین آمادگی دارد، اما تحقق این امر مشروط به تامین شرایط امنیتی مشخص است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از احتمال آغاز حملات زمینی علیه اهداف منتسب به کارتل‌های مواد مخدر در آمریکای لاتین خبر داده است. او در پیام کریسمسی خود با اشاره به عملیات اخیر دریای آمریکا در کرائیب و اقیانوس آرام گفت که واشنگتن بعد دنبال آنها خواهد بود. این اظهارات در ادامه مواضع تند اخیر ترامپ علیه برخی کشورهای منطقه از جمله ونزوئلا مطرح شده است. ونزوئلا نیز به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد محاصره این کشور توسط آمریکا شکایت درج کرده است. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد، بدرود.